سلام دوستان، احسان هستم از PNL Dev. قراره تو این جلسه راجع به تگ کامنت یا اینکه نظرات صحبت بکنیم. برای چی استفاده میشه، به چه کاری میاد. زودتر بریم تو آموزش. وارد سایت PNL Dev میشیم، از منوی سمت راست کامنت گذاری در HTML رو انتخاب میکنیم. افزودن کامنت به کدها به توسعه دهندگان وب این امکان را میدهد تا توضیحاتی را در کدهای خود قرار دهند. خب بچه‌ها ببینید، اگه شما یک زمانی میخواید یک چیزی رو داخل صفحتون بذارید ولی خب توی صفحه نشونش نده به کسی، از کامنت استفاده میکنید. در واقع کامنت ها توسط مرورگرها اجرا نمیشن. به فرض شما یک کدی رو نوشتید، بعدا میخواید خودتون بیاید بخونیدش. خب عملا اون رو کامنت میکنیم. بخواید بخشی رو بنویسید و توضیحاتی در رابطه با کدتون بنویسید واسه برنامه‌نویسای دیگه، اون رو کامنت میکنیم. یا مثلا به فرض میخواید کدی اجرا نشه ولی خب احتمال میدید یه ماه دیگه شاید نیاز بهش داشته باشید و نمیخواید پاکش بکنید، اون رو هم میتونید کامنت کنید و عملا اجرا نمیشه. به اینجا بیاین نگاه بکنیم. توی این آزمایشگاه و نمونه کد علامت کامنت چیه بچه‌ها؟ کوچیک‌تر، علامت تعجب، 2 تا دش و در انتها 2 تا دش علامت بزرگتر. شما هر چیزی که این میان بنویسید اجرا نمیشه. وارد آزمایشگاه میشیم. بچه اگه دقت بکنید ما اینجا نوشتیم این یک تگ عنوان است ولی اینجا نمایش داده نمیشه. H1 همون با کامنت داخلش داره نمایش داده میشه. هر چیزی که این وسط باشه اجرا نمیشه. یه تست دیگه بگیریم و اجرا نمیشه بچه ها. میبندمشون. خب همونطور که در مثال بالا دیدید ما توضیحی را قرار دادیم که به کدها خانه بیشتری میدهد و توسط کاربر هم غیر قابل مشاهده است. در واقع مرورگرها کامنت را در صفحات وب نمایش نمیدهند. در مثال زیر ما یک کامنت چند خطی داریم. توی همین علامت کامنت هم که میذاریم ما میتونیم چند خط هم کامنت بکنیم. به اینجا دقت کنید، ما چند خط نوشتیم. من اینو اگه 2 تا اینتر دیگه هم بزنم هیچ ایرادی نداره و در انتها اجرا نمیشه و هر چی قبل و بعدش بذارم اجرا میشه. مثلا من اینجا میام یک تگ پی میذارم و داخلش مینویسم های، به همین راحتی و اجراش رو میگیرم. بچه های برای من چاپ شد. مزایا و معایب کامنت گذاری. کامنت گذاری به شما کمک می‌کند تا سریعتر به بخش مورد نظر کد خود دسترسی پیدا کنید. بچه‌ها راحت‌تر میتونید کد رو بخونید، توضیح میذارید براش. شما با کامنت گذاری باعث میشید برنامه‌نویس بعدی هم راحت‌تر بیاد کد شما رو بخونه و تغییرات ایجاد کنه. البته کامنت گذاری معایبی هم دارد. وقت زیادی رو از شما میگیرد ولی تأثیری در اجرای کدها ندارد. بچه‌ها خیلی وقت میگیره اینکه کامنت ها رو بخواید ترتمیز بذارید برای بقیه برنامه‌نویسا و به توسعه کد هم کمک میکنه. حجم کد هم بالاتر میبره ولی خب عملا مزایاش بیشتر و بهتر از معایبشه. خلاصه درس، در این بخش از آموزش به گذاشتن کامنت در کدها آشنا شدید. کامنت ها به کدها توضیحاتی را میدن که توسط کاربر در صفحه غیر قابل مشاهده است. برای گذاشتن کامنت باید از تگ فلان بچه در اصل کامنت تگ نیست. و تمرین، یه کامنت تک خطی و کامنت چند خطی خودتون داخل VS Code تست بگیرید. حداقل نیم ساعت 1 ساعت تو روز تمرین بکنید. تمام سوالات تو کامنت هم پاسخ میدم و ممنون به خاطر حمایتتون به واسطه لایک و سابسکرایبتون.